وای بر حال کی؟ وای بر حال زنان دخترانی که سطر به بر میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر شوهر کردن یا به خاطر خود را چی نشان دادن؟ با عفت نشان دادن. عفت چی است؟ عفت پاکی است، پاک نشان دادن. اصلا سطر چیست؟ او میگن عیب فلانی را سطر کردم یا عیب فلانی را سطر کن. سطر پوشیده است، پنهان است، همین چیز است، محکم، همین معنا رو داره سطر. در زمان ما خیلی زیاد شدن که صورت خود را دیگر میکنن اما درونن دیگر هستند. صورتی زیبا نمی آید بکار، حرفی از معنی اگر داری بیار بگذار. و اگر همین هم باشد پس ما دعا میکنیم که خدایا که کاش همین سبب شود و با همین سبب بگذار. اگر شوهر کردید وقتی که صورت خود را عوض کردید داخله شما هم عوض شود. آمین آمین آمین.